شناخته توجیک حاجی محمد جان مرودوف رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل که با عملهای خیر خود نام برآورده است در عرفه عید قربان به 1045 نفر در ناحیه شامنصور کمک‌های غذایی رسانیده و برای بیش از 700 عسکر و افسر قوه‌های مسلح تاجیکستان دستارخوان عیدانه آراسته است. در گزارش ویژه ویدیویی گفته می شود که از بسته‌های یاری‌های غذایی این صاحبکار از جمله کارمندان طب، آموزگاران، یتیمان و برجاماندگان و عائله‌های محتاج بهره‌مند شدند. این بسته‌های یاری‌های غذایی از محصولات‌های چون گوشت، روغن، ارد، برنج، مکران و محصولات دیگر عبارت بوده است. صاحبکار طور در ویدیو دیده می شود همین طور در عرفه عید برای بیش از 700 سرباز قسم نظامی رقم 02615 وزارت مدافعه تاجیکستان دسترخوان عیدانه آراسته است. در گزارش چندین بار تاکید می شود که این عملهای خیر حاجی محمود جان مرودوف برای دیگر صاحبکاران تاجیک نیز باید نمونه عبرت و پیروی باشند. حاجی محمود جان که در بازار ساختمانی پایتخت تاجیکستان از صاحبکاران پیشتاز به شمار می رود با عملهای خیر خود مشهور است. این صاحبکار دست به خیر سال گذشته با دست کم 5 عائله محتاج و معیوب در دوشنبه منزل‌های نو با تمام شرایط و جهاز لازمی تحفه کرده بود. ماه ایول سال جاری حاجی محمود جان با یک زن محتاج از ترسونزاده که با 2 فرزند معیوبش 25 سال باز در بدر مردم زندگی میکرد یک حوله با تمام جهازش تحفه کرده خانه‌دار کردن پسران این زن را نیز به عهده گرفت. در اول ماه ایول خبر آمد که حاجی محمود جان با یک عائله دیگری که 17 نفر با شمول 5 فرزند معیوب در یک حجره تنگ خوابگاه زندگی داشتند در مرکز شهر حوله خریده نیز با تمام جهاز لازمی برای روزگار تامین کرده است. صاحبکار همچنین برای فرزندان این خانواده که در روسیه در مردکاری قرار داشتند چپته بازگشت خرید تا به نزدیکان خود برگردند.